در این روزهای ناپایدار وقتی جهان به نظر میرسه که هر لحظه تغییر میکنه و هیچ چیز سر جای خودش نیست، مهمترین کار چیزی هست که میتونیم درون خودمون پیدا کنیم: ثبات و آرامش. ما ممکنه در برابر طوفان‌ها و چالش‌ها احساس نگرانی کنیم، اما همین که میدونیم کسی کنار ماست، همین که میدونیم تنها نیستیم، قدرتی به ما میده که هیچ سختی نمیتونه اون رو شکست بده. سلام، به کانال کد 963 خوش آمدید. لطفاً صبورانه تا پایان این ویدیو همراه ما بمونید، چرا که در ادامه راهکارهای عملی برای حفظ آرامش، ثبات و پایداری درونی رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت تا در این روزهای سخت و ناپایدار بتونیم قوی و آروم باقی بمونیم. پایدار بودن در کنار هم یعنی قبول کردن ناپایداری دنیا، ولی تصمیم گرفتن که روح ما، ذهن ما و انرژی ما ثابت و محکم باقی بمونه. یعنی حتی وقتی همه چیز به هم میریزه، ما هنوز قادر به لبخند زدن هستیم. هنوز قادر به دیدن زیبایی ها، حتی کوچکترین لحظات شادی هستیم. این ثبات نه از بیرون میاد و نه از شرایط. این ثبات از درون ما سرچشمه میگیره، از پیوندی که با کسانی که دوستشون داریم، از همدلی و آگاهی که به خودمون و اطرافیانمون داریم. بیایید این ثبات رو با هم بسازیم، با لحظاتی که به هم انرژی مثبت میدیم، با کلمات محبت آمیز، با سکوتی که در اون میتونیم نفس بکشیم و فقط وجود داشته باشیم. با نگاه کردن به آسمون و یادآوری اینکه همه چیز در جریانه و ما در این جریان کنار هم هستیم. این روزهای ناپایدار گذرا هستن، اما اون چیزی که در کنار هم میسازیم و تجربه میکنیم ماندگاره. وقتی دست در دست هم میدیم، حتی بزرگترین ناپایداری ها هم توانایی از بین بردن آرامش و قوت ما را ندارن. ما با هم پایداریم، ما با هم قوی هستیم و همین اعتماد به همدیگه، همین همراهی راه رو روشن میکنه. پس امروز همین لحظه نفس عمیق بکش و بدون که در کنار تو کسانی هستن که پا به پا با تو ایستادن. ما پایداریم، ما زنده ایم و ما در این ناپایداری دنیا همدیگر رو پیدا کردیم. دنیا در حال تغییره و ما گاهی حس می‌کنیم که هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، ولی در همین بی‌ثباتی ما یاد می‌گیریم که پایدار بودن تنها به شرایط بیرونی وابسته نیست. پایدار بودن یه انتخابه، یه تصمیم آگاهانه برای ایستادن، حتی وقتی همه چیز حرکت می‌کنه. در کنار هم بودن یعنی وقتی ترس و تردید سراغمون میاد، بدونیم که جایی هست که میتونیم نفس راحت بکشیم. یعنی بدونیم که قدرتی در ارتباط، در همدلی و در حضور مشترک ما نهفته است. نیرویی که کوچکترین چالش ها رو قابل تحمل میکنه و بزرگترین دشواری ها رو قابل عبور. ما میتونیم در این روزهای ناپایدار به هم یادآوری کنیم که هیچ طوفانی همیشگی نیست. حتی وقتی احساس میکنیم که زیر فشار دنیا له میشیم، یه نگاه، یه کلمه، یه لحظه سکوت با هم میتونه نقطه ای از آرامش بسازه. این آرامش نه تصادفیه، نه منتظر شرایط خاص. این آرامش نتیجه انتخاب خود ماست. انتخابی که میگه من میتونم پایدار بمونم، من میتونم امید داشته باشم و من میتونم در کنار دیگران قوی بمونم.
پایدار بودن در کنار هم یعنی ما با هم قدرت پیدا می کنیم. وقتی یکی از ما می لرزه دیگری دستش رو می گیره. وقتی یکی خسته میشه دیگری انرژی میده. و وقتی همه چیز متزلزله این پیونده که ما رو سرپا نگه می داره. این پیونده که ما رو از یأس نجات میده و به ما یادآوری میکنه که هیچ چیزی ارزش از دست دادن امید رو نداره. هر روز میتونه پر از آشفتگی باشه، اما همین روزهاست که به ما نشون میده پایدار موندن هنر زندگی در جهان ناپایداره. هنر اینه که به هم تکیه کنیم، به هم اعتماد کنیم و در لحظه ها حضور داشته باشیم، حتی وقتی آینده نامعلومه. در کنار هم ما مسیر رو روشن میکنیم، سنگینی ها رو سبک میکنیم و به جهان نشون میدیم که ثبات و امید در قلب ماست. ما در این روزهای ناپایدار نه تنها سرپا می ایستیم، بلکه قوی‌تر و متصل‌تر از همیشه ادامه میدیم. قطعاً راه رسیدن به آرامش و پایداری درون بیشتر یک مسیر تمرینی و انتخابیه تا یک اتفاق آنی. برای همین منظور در اینجا چند روش عملی و دقیق که میتونه کمک کننده باشه رو براتون آوردیم. در این روزهای ناپایدار آرامش رو به وجود پایدارت برگردون. ذهن ما اغلب بین گذشته و آینده در نوسانه و همین باعث اضطراب و آشفتگی ما میشه. با تمرین توجه آگاهانه روی نفس، بدن و محیط اطرافمون میتونیم لحظه حاضر رو تجربه کنیم. حتی چند دقیقه تمرکز روی تنفس، حس پاها روی زمین یا صدای محیط یک نقطه ثبات ایجاد میکنه. پایداری درون یعنی بدونیم که تنها نیستیم. برای همین ایجاد روابط مثبت، همدلی و اشتراک لحظات با کسانی که انرژی خوبی به ما میدن، ذهن رو آروم میکنه و به ما حس امنیت و تکیه میده. حتی یک پیام محبت آمیز یا یک تماس کوتاه میتونه بسیار تأثیرگذار باشه. یه چارچوب ساده روزانه حتی در روزهای پرآشوب به ذهن حس کنترل و ثبات میده که میتونه شامل زمان مشخصی برای خواب، ورزش، مدیتیشن، مطالعه یا حتی لحظاتی سکوت باشه. ثبات بیرونی به ثبات درونی هم کمک میکنه. پایداری به معنای مقاومت کور نیست. یعنی بدونیم چه چیزهایی رو میتونیم تغییر بدیم و چه چیزهایی از کنترل ما واقعا خارجه. پذیرش ناپایداری دنیا و رها کردن انتظار کنترل کامل انرژی ذهن رو آزاد میکنه و برای ما آرامش میاره. تمرین مدیتیشن و تمرکز روی انرژی درونی، نشستن در سکوت و تمرکز روی بدن، نفس و انرژی خودش میتونه حس ثبات رو ایجاد کنه. حتی تمرینات کوتاه 5 تا 10 دقیقه روزانه اگر مستمر باشن اثرات عمیقی دارن. تمرین‌های تصویری مثل تصور کردن یک نور در مرکز قلب که آرامش و قدرت رو منتشر میکنه در این روزها بسیار مؤثره. ارتباط با طبیعت و موسیقی آرامش بخش، طبیعت و صداهای طبیعی مغز رو به حالت آرامش میبرن. حتی چند دقیقه بیرون رفتن، لمس خاک، بغل کردن یک درخت یا شنیدن موسیقی آرامش بخش با فرکانس های خاص، همونطور که در این کانال بسیار از این فرکانس های مؤثر و آرامش بخش گذاشته شده، میتونه سطح استرس رو پایین بیاره و حس پایداری رو تقویت کنه. نوشتن و بازتاب درونی یک دیگه از ساده ترین و در عین حال قدرتمندترین روش ها برای آروم کردن ذهن و مرتب کردن افکارت هست.
وقتی احساسات، نگرانی‌ها و حتی آرزوهات رو روی کاغذ میاری، ذهنت فضایی برای نفس کشیدن پیدا میکنه و از آشفتگی درونی فاصله میگیری. این کار بهت کمک میکنه تا بتونی بهتر درک کنی چه چیزی در درونت جریان داره و انرژی خودت رو به جای پراکنده شدن به سمت آرامش و تمرکز هدایت کنی. برای این کار یه دفترچه ساده بردار و هر روز 3 چیزی رو که در طول روز برای تو آرامش، شادی یا حس امنیت ایجاد میکنه رو بنویس. لازم نیست خیلی بزرگ یا خیلی عجیب باشه. حتی لحظات کوچیک مثل لبخند، مثل یه نفس عمیق با آرامش و یا حتی صدای آرامش بخش طبیعت هم میتونه کافی باشه. مرور این نوشته ها باعث میشه ذهن تو بیشتر متمرکز بشه، احساساتت نظم پیدا کنن و به مرور پایداری و آرامش درونیت تقویت بشه. یادت باشه حتی در روزهایی که همه چیز به نظر ناپایدار و پر از آشفتگی میاد، اونچه که واقعا مسیر ما رو روشن میکنه ثبات و آرامش درونی خودمون هست. با خودمون مهربان باشیم، نفس عمیق بکشیم و لحظه به لحظه کنار خودمون و کنار همدیگه بمونیم. با هم پا به پا میتونیم قوی بمونیم و حتی سخت‌ترین روزها رو با آرامش پشت سر بگذاریم. در مسیر آرامش و پایداری باشید.